سلام دوستان، به قسمت ششم رادیو شلشولک خوش اومدید. در این قسمت میخوایم یکی از لپتاپ‌های قدیمی که در سال 2000 ساخته شده رو بررسی کنیم. این لپتاپ 100 مگابایت رم داره و 1 گیگابایت حافظه داره و کارت گرافیک نداره. سی پی یو هم نسخه غیر رسمی و دزدیده شده از مایکروسافت هستش. ببخشید گوشیم زنگ خورد. خب امروز میخوایم روی لپتاپ که از سال 2000 هستش بازی بسیار جالب GTA 5 GTA وی رو اجرا کنیم. من دارم روی میکروفون خود لپتاپ ضبط میکنم، برای همینه که انقدر صدا بده، اما این لپتاپ آهنگ هم داره، گوش بدید. خب دوستان، ما اول باید بازی GTA وی رو دانلود کنیم. فکر کنم یه ساعتی طول بکشه. یه ساعت دیگه خدمت شما هستیم. دوستان، مثل اینکه یه ساعت طول نکشید و توی این مدت من انقدر پول درآوردم که بتونم یک میکروفون بهتر بخرم. خب من دوباره مجبور شدم که بیام رو میکروفون لپتاپ، چون که بازی الان ریخته و بریم بازش کنیم. خب 1 2 3. خب دوستان، لپتاپ خب بازی بالاخره باز شد، نمیدونم چجوری، ولی بریم قسمت اولش رو بازی کنیم. داره میسیزه لپتاپ آتیش خونم آتیش گرفته. لپتاپ